چرا برند داو از هارولد گلکلر جلو زد؟ آیا راز موفقیت این برند در شیوه داستان سرایی اوست؟ هارل طراح پرزرق و برق آلمانی استاد داستان سرایی خودمحور است. برند او حول شخصیت خودش میچرخه. ظاهر پرزرق و برق، جراحی‌های زیبایی و حتی اسم برندش پامپس یعنی اغراق و نمایشه. اما این برند محدود به مخاطب خاصه، چون وقتی داستان فقط درباره یک فرد باشه نمیتونه یک جامعه بزرگتر رو جذب کنه. در مقابل داو با داستان سرایی جمعی وارد بازی شده. به جای اینکه فقط درباره محصول حرف بزنه، به مخاطب میگه تو قهرمان داستان منی. کمپین ریل بیوتی داو میگه زیبایی واقعی در پذیرش خود، تنوع بدن و اعتماد به نفس پنهانه. نتیجهش این شده که هر کسی میتونه خودش رو تو پیام داو ببینه. در واقع در بحث برندینگ ما سه سطح داستان سرایی داریم: خودمحور مثل هارل، محصول محور مثل اکثر تبلیغات سنتی که در بازار انجام میشه و جمعی مثل داو. در توضیح بیشتر باید بگیم که راز موفقیت داو این است که او فقط تبلیغ صابون نمیکنه، بلکه در استراتژی برندینگشه. داو مردم رو به قهرمان داستان تبدیل کرده، پیامش رو بر پایه شمولگرایی و اعتماد به نفس بسته و سالها با ثبات برند اعتماد ساخته. نتیجهش این شده که داو از یک برند ساده به یک جنبش اجتماعی جهانی تبدیل شده. پس تفاوت واضحه. هارل یک اینفلوئنسر پرزرق و برق، داو یک برند پایدار جهانی. یکی پذیرش واقعی خود و دومی تجمل و اغراق. برندهای موفق اکثرا کدام بخش را تاکید دارند و کدام گزینه شیوه داستان سرایی آنها است؟ لطفاً نظرات خودتون رو با من به اشتراک بگذارید.